ما داریم استانبولی درست میکنیم. موادشه سارا سوخت. سارا نه نسوخته دادن کلک میزدم. بعد سارام داره موادش درست کنی حاج آقا. بعد آره تو رودخونه داره بارونم میگیره، هوا هم که خرابه. اینم رودخونه اینجا همون کردیم و اینم بساتونه باشه. سیب زمینی هاشو بهش اضافه کردیم تا بخور تف بخوره. نمک و زردچوبه هم بهش اضافه میکنیم و اینم برنجمون. مواد استانبولی رو قاطی کردیم. برنج گذاشتیم الان داره میجوشه که آماده بشه. هم طبیعت اینجا. بریم تا نتیجه غذا رو ببینیم چی شده. استانبولی. واو چه شود.